درود خدمت همه دوستان، انشالله که همگی جور صحتمند باشین. آمدیم در یک از جاهای بسیار دیدنی شهر حسین که البته مسیرش راه پیاده رو داره که بعد از یک منطقه و بعدش از بین جنگل بریم تا به او دریاچه‌ای که میخوایم برسیم. یک دریاچه بسیار خوب، یک مکان بسیار خوب است که دیگه ما بریم اون طرف تا ببینیم که چی میشه. دیگه بیننده باشین دوستا تا برسیم به موقعیتی که یک جای بسیار دیدنی، یک فضای بسیار خوب را بر شما به تصویر بکشیم. خب دوستا، قسمی که معلوم میشه میبینین که دریاچه در اون طرف معلوم میشه. دیگه ما مقصد ما همونجاست، یک جای بسیار تفریحی و دیدنی، ولی متاسفانه امروزی که ما پلان کرده بودیم برای اینجا، متاسفانه که هوا ابری است، احتمال بارندگی هم داره، ولی ما میخواهیم تا اون منطقه را بریم و از زیبایی های از اون منطقه و از جاهای دیدنی از اون منطقه تصویر بگیریم و برای شما به نمایش کنیم. دیگه بیننده باشین. جنگلات میبینین بسیار سرسبز و بسیار همونطور خوب که یک طبیعت بسیار زیباست و بسیار خوشایند است بر آدم. خب دوستا، قسمی که میبینین بسیار یک مسیر پیچیده داره، یک پیاده‌روی بسیار پیچیده و این که قسمی که میبینین از بین از این جنگل ها بریم و یک دستی ما لوکیشن گرفتیم که بریم و یک مسیری هست که بسیار جنگلی و اگر شب باشه از این مسیر فکر نکنم که برگشتش ممکن باشه. دیگه خب دوستا، بیننده باشین، ما میریم بخیر که برسیم در موقعیت زیبایی که امروز به خاطرش تا اینجا آمدیم. یک مسیر کاملا جنگلی و کاملا مسیر پیچیده که بسیار همینطور قسمی که میبینین دوستا کاملا جنگل است و باید از مسیر جنگل و همچنان مسیرش یک قسم باید از یک جای بلندی مثل یک تپه کونه میشه برش گفت، ولی به اندازه یک تپه بلند است که باید بیاییم از این منطقه و او دریاچه‌ای که میخوایم برسیم. خب دوستا، بعد از پیاده روی طولانی از بین جنگل بالاخره در یک جایی رسیدیم که دوستا قسمی که میبینین دریاچه است دیگه، همون تو بسیار یک جای زیبا، مقبول و طبیعت های خوب دیگه. خب ما میتون میریم تا به یک جای هست که یک پل است، یک پل بسیار معروف است اینجا. بریم همون تو ادامه زیر تا ببینیم که چطور میشه. دیگه بیننده باشین دوستا، ما میریم. البته هنوزم دو جای اصلی نرسیدیم، ما باید هنوزم به پیاده روی خود ادامه بدیم. بیننده باشین دوستا. و ادامه مسیر باز هم در یک جایی با انبوهی از علف ها، انبوهی از درختان، دیگه مسیر پیاده ای که باید طی می‌کردیم و البته اینجا را ما دقیق خودم درست بلد نبودم، تا جایی که ممکن بود همراه موتر آمدیم و از بعدش هم مسیر پیاده روی را آمدیم دیگه. این جای را یک از دوستای ما برای ما معرفی کرد که در حسین یک همچین جای است، بسیار جای دیدنی، طبیعت خوب، دریاچه بسیار خوب که بیشتر روزهای تفریح که است مردم میان اینجا. تفریحگاهی بسیار خوب است دیگه. به همون خاطر این منطقه را انتخاب کردیم، امروز آمدیم دیگه تا به شما دوستان یک ویدیو گرفته باشیم از جای
و اینجا را به شما به معرفی بانیم. دوستان بیننده باشین، دیگه میریم، دیگه ما را بیننده باشین تا آخر ویدیو. کوشش میکنم در این ویدیو بیشتر صحبت نکنم، بیشتر از یک صحبت کنم تصویر از طبیعت، از جاهای خوب را برای شما به نمایش بانم. دوستا واقعا یک فضای بسیار خوب است، خصوصا برای ورزش مثل دویش و پیاده روی، و اینکه با دوستای خود آدم بیا اینجا یک روز تفریحی سپری کنه. بسیار یک جای خوبی است، دریاچه هستک و همون قسم پیاده روی های بسیار خوب داره و قایق سواری که مردم اینجا بسیار زیاد میان برای قایق سواری، و اینکه یک روز را آدم میتونه اینجا بسیار خوب سپری کنه. ما امروز که آمدیم یک شنبه است و بیشتر تعطیلی است و اینکه هوام خیلی خوب نیست متاسفانه. اسمی که میبینین دوستا، مردم در حال قایق سواری است و میبینیم که بسیار یک فضای خوب و بسیار همینطور جای خوب. دوستا قسمی که میبینین روبروی دریاچه صندلی های قرار گرفته که اینجا واقعا لذت داره. همراه دوستا آدم به و بشینه و از طبیعت و از فضای دریاچه لذت ببره.
دوستا، قسمی که میبینین طبیعت صدای پرنده ها را واقعا بسیار لذت داره. خصوصا امرای دوستا آدم بیاید این منطقه قدم بزنه و از این طبیعت، از این فضای سبز، از این جاهای خوب و دیدنی لذت ببره همراه دوستای خود. دیگه واقعا یک جایی هست که نمیشه آدم با هیچ چیزی مقایسش کنه. بسیار یک جای دیدنی و بسیار یک جای خوب است و طبیعتش بسیار زیبا. صدای پرنده هاش بسیار بر آدم آرامش میده و واقعا نمیشه آدم بعض وقتا نمیفهم آدم با چی توصیف کنه و یک جای بسیار خوب است. خب دوستا، بیننده باشین دیگه، بیشتر از این حرف نمیزنم. ما که امروز واقعا از اینکه در این منطقه آمدیم و این ویدیو رو بر شما تهیه کردیم واقعا لذت بردیم و امیدوارم که شما هم از دیدن از این ویدیو لذت برده باشین. دیگه منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشین از شهرها و از کشورهای مختلف. بزودی به کشورهای اطراف آلمان هم سفر خواهیم کرد و شهرهای مختلف آلمان ویدیوها و کلیپ های خوب را از جاهای دیدنی، جاهای تاریخی، فضای سبز، مکانهای تفریحی بر شما تهیه کرده و به شما به اشتراک میگذارم. دیگه امیدوارم که همگیتان از دیدن این کلیپ لذت برده باشید.
دوستا قسمی که میبینین روی پلی هستیم که از روی دریاچه میگذره و همون قسم که میبینین این دریاچه و فضای سبز اطرافش زیبایی از این پل چند برابر کرده. قسمی که میبینین دوستا بسیار واقع یک فضای خوبی را داره اینجا و یک جای بسیار دیدنی و جای بسیار خوبی است. پیشنهاد میکنم همراه دوستایتان برای قدم زدن، برای ورزش و برای تفریح در این منطقه حتما بیاین. دوستا ببینین زیبایی های پل را که روی از این دریاچه قرار گرفته و بسیار زیبا است و طبیعت را بسیار زیبایی بیشتر بخشیده. خوبه.